داخل همین چنل به مدت 30 روز هر روز ویدیو آپلود کردم و میخوام درآمد و تجربیاتمو با شما به اشتراک بذارم که شاید به دردتون بخوره یا صرفا فضولید که من چقدر پول در آوردم. البته من خودم هم پول پرستم و میخوام بدونم که کی چقدر در آورده و اینا. خب همونطور که مشاهده میکنید من توی 30 ماه گذشته که ماه جولای میشه و داره تموم میشه هر روز حداقل یه دونه ویدیو آپلود کردم. روزی بوده که 2 تا بذارم 3 تا بذارم، ولی حداقل هر روز یه ویدیو رو گذاشتم و نتیجهش این شده که من توی این چنل 6,900,000 تا ویو گرفتم. بگو 7 میلیون چیزی نمونده. 19,700 ساعت واچ تایم گرفتم و 5,500 تا هم سابسکرایبر گرفتم. اگه سابسکرایب نکردی همینا سابسکرایب کن، چیزی نمونده تا 100K سری 100K بشی. و اینقدر درآمد داشتم که آخر ویدیو نشونتون میدم. اگه با سبک چنل من آشنایی ندارید، من کلا ویدیوهای کوتاه و شورت میسازم به صورت کامنتری که میام روش داستان سرایی میکنم با ادیت خفن و موزیک و اینا. همونطور که میدونید من هر روز یه ویدیو آپلود کردم توی چنلم، ویدیوهای زیبا با تامنیل‌های زیبا و محتوای زیبا. و بزرگترین راز یوتیوب از نظر من داشتن استمرار و ناامید نشدنه. به نظر من ساعت آپلود مهم نیست، فقط هر روز یه ویدیو رو گذاشته باشید تا بتونید که اون اعتمادی که یوتیوب بهتون میده رو جذب کنید و ازش استفاده کنید. من خودم روزی بوده که مریض بودم، خسته بودم، همه کارام عقب افتاده بود، ولی نشستم مثلا ساعت 2-3 شب ویدیوهای فردا رو آماده کردم. این نشون میده که آقا من تلاش کردم. Oh my god, bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? و پا زدم. شاید از بیرون بگی که ساختن این ویدیویی که توی کانالت میذاری خیلی کار سختی نیست. بله از دور راحت به نظر میاد، ولی وقتی بیا یه ویدیو بگیری، یه صدا بذاری روش، میبینی که خیلی هم سخت شد. حتما تا آخر ویدیو نگاه کنید که ببینید آقا درآمدی که من توی این یه ماه داشتم ارزشش رو داشت که مثلا روزی 2-3 ساعت روی یوتیوب تلاش کنم یا برم مثلا 5-6 ساعت یه جای دیگه کار کنم که حقوق ثابت داره و هیچ استرس شغلی هم نداره. چون همونطور که میدونید ما توی یه سال اخیر 6 ماه اینترنت نداشتیم و عملا کانالا و یوتیوبرهای فارسی کلا ورشکست شدن. من خودم به شخصه توی ماهی که مثلا اینترنت قطع بود، 4 ماه بود فکر کنم، کلا ویورهای افغانستان داشتن ویدیوهای من رو میدیدن. توی 4 ماه فکر کنم $10 در آورده بودم. و اینم بگم اگه دوست دارید آموزش ساخت کانال، آموزش ساخت ویدیوهای خفن که به درآمد دلاری خفن برسید و بذارم توی کانال، حتما توی کامنت ها برام بنویسید و ویدیو رو لایک کنید. یه سری خودم آماده کردم که 2-3 تا چنل تازه 0 شروع کردم و میخوام برسونم، وایرالشون کنم، به درآمد برسونمشون و این کل پروسش رو براتون ویدیو میذارم و بهتون نشون میدم. خب این یک نمونه از ادیتایی که من برای این ویدیو میذارم. میبینید که کلی ساند افکت داره توش. همونطور که ساند افکت ها رو میشنوید با استفاده از اینا و این علامت های قرمز رنگ که توجه بتونه جذب کنه. و بهتون گفتم اگه خواستید آموزش کامل ساخت اینطور ویدیوها رو بهتون بگم توی کامنت ها بگید، حتما سریشو میگم و کامل توضیح میدم. نمیگم آقا بیا پول بده مثلا این دوره رو برات بفروشم. کامل تمام تجربیاتمو میگم چجوری ویدیو رو بسازید از 0. و کلی ویدیوی طولانی خفن دیگه که قرار بیاد رونمایی از خیلی چیزای خفن میلیاردی، حتما بچه توی کانال تلگرام که زیر ویدیو لینکشو گذاشتم عضو بشید. اونجا هم آموزش ها رو بهتون میگم. همین که اخباری شد اونجا اولین نفر با خبر بشید دیگه. هر چی بخوام چیز کنم اونجا میذارم. حتما همین الان بزنید روی لینک تلگرام و سابسکرایب یا جاینش بشید. خب آقا دیگه بریم سراغ درآمد و ببینیم که من توی ماه گذشته چقدر پول کار کردم. خب بچه همونطور که میبینید من توی ماه گذشته $118 پول در آوردم کلا. $118 با 7 میلیون ویو. حالا شاید بگی $118 چقدر میشه؟ خب بچه اولش یه توضیح بدم که این $118 همش به دست من نمیرسه. اون شرکت که درآمد رو از آمریکا از جایی که پول میاد میگیره و نقد میکنه به من میده، خودش 25% پورسانت میگیره و از این مبلغ کم میشه. بریم اونو کم کنیم، ریالش کنیم، ببینیم که ارزش داره یا نه. بچه اینو $120 در نظر بگیریم، ضرب در 25%ش کنیم میشه $30.
120 منهای $30 من $90 درآمد دارم و برام واریز میشه. حالا دلار چنده نمیدونم، 190 مثلا مالا 2 میزنیم، 192,000 تومان میشه 17,280,000 تومان که این درآمد ماه بعد 26 26 چرا اینطوری گفتم 26 ماه میلادی بعدی برام واریز میشه. یعنی همون لحظه واریز نمیشه، ماه که تموم میشه 26 روز بعدش برامون واریز میشه. حالا اگه بخوام پربازدیدترین و پردرآمدترین ویدیوی کانالم توی این ماه نشون بدم، این ویدیو که اینجا میبینید که بچه 1,600,000 تا بازدید خورده و 1,400 تا هم برای من سابسکرایب آورده، $28 برای من درآمد داشته. حالا شاید بگی چرا اینقدر درآمد کم شده؟ مثلا قبلا با 1,000,000 ویو، البته اینگیج ویو مهمه، 800 که مثلا این باید الان $80 به من درآمد میداد، ولی چقدر شده درآمدش شده $28.73. یه ویدیو انشالله هفته آینده براتون میسازم و توضیح میدم که چه بلایی داره سر یوتیوب فارسی میاد که خیلی به نظر من واقعی مهمیه، هممون باید نگاش کنیم. الان اگه نگاه کنید RPM من برای این ویدیو شده 4 سنت، یعنی هر 1000 تا بازدیدی که بخوره 4 سنت پول میده یوتیوب به من. اینا رو توی ویدیو بعدی بحثش میکنیم که چقدر تفاوت داشته و چقدر کم شده و چجوری بوده. اینطوری حساب میشه. این 753 ویو ضرب داره این میشه $28. این ویدیویی بوده که مثلا از من نیم ساعت وقت گرفته، 40 دقیقه دیگه فوقش وقت گرفته، تونستم $28. حالا $30 بذاری میشه 6 میلیون. 6 میلیون از این ویدیو من درآمد داشتم. حالا به نظرتون شما با چه کاری توی مثلا 40 دقیقه میتونید 6 میلیون پول در بیارید؟ البته که کار ثابت، حقوقش ثابته، میدونید خیالتون راحتی که مثلا آخر ماه آقا این پول به حسابتون میاد. ولی یوتیوب هم یه ریسکیه و من این ریسک رو میپذیرم، حتی درآمد از اینم کمتر بشه ادامه میدم، ویدیو میذارم، چون آقا من علاقه دارم میذارم ویدیو، مهمم نیست 1/10 بشه RPM، باز من ویدیو میذارم و بیشتر راجع به این موضوع توی ویدیو بعدی صحبت میکنم که چیکارا باید بکنیم، یوتیوب فارسی چه بلایی داره سرش میاد و اینجور حرفا. در آخرم مرسی که بچه همراه من بودید. الان میدونم نصف بیشتر رو که تا اینجا اومدی سابسکرایب نکردید. آقا سابسکرایب کنید، داریم میشیم 100,000 تایی و اینکه به لطف شما 2-3 تا آیتم، 2-3 تا چیز خیلی خفن و میلیاردی خریدم به لطف شماها. انشالله قرار ویدیوهای اونا رو بذاریم، خیلی ویدیوهای خفنی ان. انشالله اونا رو میذاریم. میگم حتما توی تلگرام عضو بشید، لینکش زیر ویدیو هست. تلگرام همشو اطلاع رسانی میکنم و اینکه دوستتون دارم، دمتون گرم. اگه سوالی در مورد یوتیوب درآمدزایی داشتید حتما برام زیر بنویسید توی کامنت ها، همه رو میخونم جواب میدم. و اینکه کلام آخر، خیلی دوستتون دارم، مرسی که ویدیو رو تا آخر دیدید، عشق منید، عشق بگرید، دل میبرید، دوستتون دارم شدید. به مدت مدید. این ویدیو هم خوبه، ویدیو ماه درآمد ماه اول هم اینجا میذارم، ببینید که چقدر درآمد داشتم ماه اول. عشق ورید، خداحافظ.